الان من شف سعد شدم. میگن یه برگر جوسی لوسی خیلی خوشمزه. این ویدیو همراه من باشید تا این برگر شما هم درست کنید و لذتش ببرید. یه مقدارم باید هوش و ذکاوت خودتو به خرج بدید چون یه مقدار ویدیوهای مرغ سرشاز متفاوت شده. اوه 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 اوه. دم همتون گرم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. پیوسته دلتون شاد باشه، لبتون خندون. یا حق.